افشای حقایق و رازهای پشت پرده کنسرت جدید غزال نایت در انگلستان فاش شد. غزال نایت از این کنسرتش چی مقدار پول به دست آورد؟ غزال نایت چرا همیشه در رقابت هنری با آریانا سعید است؟ رازهای بزرگ غزال نایت با نظیر خارا برملا شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت یکی از هنرمندان خوش صدای کشور، یکی از چهره‌های تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان که وی بیشتر از 15 سال می شود به طور مسلکی و حرفه‌ای به هنر موسیقیش پرداخته است. غزال نایت بعد از آن که نزد استاد نظیر خارا علم هنر موسیقی را آموخت و چندین بار آهنگ‌های جورایی هم سرودند، ولی کاملا ظاهرش پنهان بود، مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها در آن زمان قرار می‌گرفت. تازه غزال نایت در کشورهای مختلف جهان کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کند. چند روز قبل برای تجلیل از روز فرهنگیان افغانستان در کشور انگلستان، شهر زیبای لندن، غزال نایت کنسرت با شکوهی را برگزار کرد و در این کنسرتش کاملا شکل و شمایلش را مانند آریانا سعید ساخته بود و تقلید آشکارا از آریانا سعید داشته است که بارها مورد نقد شدید علاقه‌مندان و طرفداران صدایش قرار گرفته است. غزال نایت در این کنسرتش درآمد خوبی هم داشته است. غزال نایت مانند آریانا سعید در ترکیه زندگی می کند و مصروف کارهای تجاری و هنریش است و به همین دلیل مدت می شود دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نساخته است، ولی با آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه ذات لایزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمندان خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.